سلام از لیلی وود. بچه با کلمه جدید در خدمتتون هستیم. این کلمه سطحش A2 هست و یک نومنه چون با آرتیکل شروع شده و حرف اولش بزرگ نوشته میشه. این کلمه خیلی راحت بدون هیچ استثنایی بوندسلاند تلفظ میشه. بوندسلاند تلفظ میشه. بچه ها این کلمه پلوغالش اوی اوملاوت میگیره و آی اوملاوت. اوی اوملاوت که لب و قنچه میکنیم و ا میگیم او و آی اوملاوت هم که ا تلفظ میشه، پس میشه بوندسلندا. بوندسلندا و ا آخر کلمه هم بچه صدای آ میده. خب این کلمه داس بوندسلاند بچه ها به معنای ایالت هست. حرف اضافه داس بوندسلاند این هست. این einem Bundesland leben، در یک ایالت زندگی کردن. بچه ها leben، نگفتم leben اشتباهه. leben. مترادفش 3 مترادف براتون گذاشتم. اولیش die Region به معنای منطقه، der Stadt ایالت، دولت. بچه 2 پل آ که کنار هم میاد یه ذره کشیده تر، ولی نه اینقدر که بگید اصخایی میکنم، نه اینقدر بگید شتات، باید بگید der Stadt ایالت، دولت. و سومیش das Gebiet به معنای ناحیه. ای صدای ای کشیده میده. هم خانوادهش بچه ها دوباره براتون 3 هم خانواده گذاشتم. اولیش der Bund به معنای فدراسیون، اتحادیه. دومیش die Bundesregierung. پس چجوری تلفظ میشه؟ die Bundesregierung. بچه ها یادتون باشه ای صدای ای کشیده میده و به اون گم ختم میشه، پس آرتیکلش دی هست به معنای دولت فدرال. و سومین هم خانواده بوندسوایت. بچه ها ای صدای آی میده در آلمانی به معنای سراسر کشور. خب متضادش بچه ها 3 متضاد براتون گذاشتم. اولی دی شتات. بچه ها وقتی آ و د کنار هم هستن انگاری که د تلفظ نمیشه، یعنی به گوش نمیاد. شتات وقتی که دارید بیانش میکنید خیلی آ رو سریع بگید، ازش رد بشه که شبیه اون شتات نشه. شتات با د و ت به معنی شهر میشه. das Dorf متضاد کلمه das Bundesland به معنی روستا. و die Gemeinde ای صدای آی میده به معنی بخش. بچه ها نومن ور فربیندونگ این کلمه چی هست؟ این نومنمون ein Bundesland regieren اصخایی میکنم. ein Bundesland regieren ein Bundesland regieren اداره کردن یک ایالت. بچه ها اگر روش نمیمونم به خاطر اینکه اینا رو تو کلیپ های قبلی کار کردیم، فقط داریم با همدیگه دوره میکنیم. و دومیش aus einem Bundesland stammen. یه چند تا حرف جدید اینجا به گوشمون میخوره بچه ها. او در آلمانی صدای او میده. چی میگیم پس اینو؟ aus einem Bundesland stammen 2 تا ام کنار همه. یه ذره با تشدید نگیم شتامن بگیم، این اشتباهه. شتامن اهل یک ایالت بودن معنی میشه. خب بچه ها صرف فعل مرتبط با کلمه das Bundesland
گوندن هست و ما ازش میگذریم چون قراره یک کلیپ براش درست کنیم، پس وقتمون رو برای صرف یه فعل دیگه نمیذاریم. ولی فقط بدونید که این فعل مرتبط با کلمه داس بوندسلاند هست و من صرف فعلش رو تو حالت پرزنس، پرتریتون و پرفکت گذاشتم. یادتونم باشه که در حالت پرفکتش با هابن نزاین. خب بچه ها، با یه مثال تمام میکنم این کلیپو. Die beiden Unternehmen haben sich zu einer großen Firma vereinigt. Die beiden Unternehmen haben sich zu einer großen Firma vereinigt. دو شرکت با یکدیگر ادغام شدن و یک شرکت بزرگ تشکیل دادن. بچه لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله هم بزنید اگر دوست داشتید از کلیپ های جدید مطلع بشید. اگه ما رو دوست داشتین حتما کامنت بذارید که من متوجه بشم که این کلیپ ها براتون مفید بوده. اگه خواستید به کانال تلگرام ما سر بزنید، @لیلیورد هست و من تمام تلاشم میکنم که هر روز براتون کلیپ جدید بذارم که حداقل روزی بین 10 تا 15 تا لغت از همین یه دونه کلیپ شما یاد بگیرید یا اگه بلد هستید با من دوره بکنید. چوس!